اینها در واشنگتن دی سی پیش روی قصر سفید جمع شدند و از جنبش نجات پشتونها در پاکستان حمایت میکنند. اینجا در شهر کلن جرمنی هم گروه دیگر با هدف مشابه تجمع کرده و شعار سر میدهند. عکس ها و ویدیوهای گردهمایی اعتراضی دیروز جنبش نجات پشتونها در شهر پشاور در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. اما بر اساس گزارش ها، رسانه‌های دولتی پاکستان به ویژه آنهایی که به اردو و انگلیسی نشرات دارند در مورد این نشست گزارش دهی نکردند. گردهمایی پشاور دیروز به پایان رسید و قرار است نشست‌های آینده این جنبش در 22 ماه می در لاهور و سپس در 29 ماه می در سوات برگزار شوند. اعتراض کننده ها خواهان محاکمه راو انور هستند، افسر پلیسی که به تیراندازی بر نقیب محسود، یک جوان وزیرستان جنوبی، و کشتن او متهم است. پاکسازی مناطق قبایلی پاکستان از ماین‌ها و آزادی افراد ناپدید شده نیز از دیگر خواسته های این جنبش است.